دلیل زندانی شدن اسیب سعید نامزد آریانا سعید فاش شد. آریانا و اسیب به چی دلیل سفرهای متعدد به دبی داشتند؟ اسیب به چی دلیل در دبی زندانی شد؟ فرار آریانا سعید از دبی و اکنون در کدام کشور زندگی می کند و چرا دیگر آهنگ جدید برای دوزاران و طرفداران صداش نشر نکرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید و اسیب دو چهره مشهور، چهره های سلبریتی و موفق‌ترین زوج افغان بوده است که تاکنون لقب‌های مختلف را از جامعه رسانه‌ای و هنری افغانستان از آن خود کردند. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف دوزاران و طرفداران صداش کسب کرده است. وی علاقه‌مندان و دوستداران صداش بیشمار بوده است. آریانا سعید در سرتاسر جهان اما ساله کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صداش برگزار می‌کند و درآمد خیلی خوبی هم داشته است. آریانا چند می شود سفرهای متعدد به دبی داشته است و قرار بود در دبی رستوران زنجیره‌ای به نام خودش بسازد، اما به دلیل نامعلوم آریانا سعید و اسیب در دبی برای 48 ساعت زندانی شدند و به همین دلیل آریانا و اسیب به یک باره دبی را به مقصد ترکیه ترک کردند و آریانا سعید کاملا از تجارتش که در دبی قرار بود را بیاندازد دست بردار شد. به همین دلیل آریانا مدت دیری می شود دیگر آهنگ جدید برای دوزاران و طرفداران صداش نساخته است. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. عزیزان و دوستان خوب کانال دنیا اینفو، برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما خوبان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.